سلام، برنامه پیدایش است. مختصر از تاریخ پیدایش ساعت منظور شما. ساعت اشیاء است که ما در حیات همروزه خود برای معین کردن وقت استفاده میبریم و وقت خود را قدر میکنیم. آیا بار به سوالی که اختراعکار ساعت کیست، ساعت چگونه، کدام سال، در کجا پیدا شده است جواب یافته اید؟ اگر نه، پس جواب خود را از معلومات کوتاه و موجز پیدایش دریافت کنید. باید گفت که 2000 سال پیش انسانیت اولین نمونه معین کردن وقت را طریق آفتاب استفاده می برد و در سرچشمه های خطی اولین پیدایش ساعت ها را به پیدایش ساعت های آفتابی ربط می دانند. البته مسلم است که معین کنی و دانستن وقت و ساعت طریق دستگاه ها یا ساعت های آفتابی به همگان دسترس و فهمان نبود. در این میان تا اختراع نو و طرحهای گوناگون ساعت های مکانیکی دستی و دیواری، آدمان وقت را طریق اسباب هایی که آن را ساعت می گفتند به مانند ساعت های قومی، آفتابی و غیر معین می‌کردند. بعد از ساعت‌های آفتابی، قومی و دیگر نمودها، اولین ساعت مکانیکی سال 725 پیش از میلاد در خیتای ساخته شده است. نخستین پیدایش ساعت کیسگی را باشد به سال 1504 ربط می‌دانند. این ساعت از متل آهن ساخته شده است. اختراعکارش پیتر گنلاین از گرمانیا دانسته می‌شود. اختراع جدید و البته این نوگانی عالی در عالم تکنیک، اولین ساعتی که شخص می توانست در دست بسته از آن هر لحظه استفاده نماید، یعنی ساعت های دستی، سال 1790 از جانب شرکت ژاک دراز و لیشو در ژنو ساخته شده است. در دولت‌های اروپا باشد نخستین ساعت‌هایی که در ستونپایه‌های بزرگ آویزان بودند در عصر 11 پیدا شد. آنها با زنگوله‌های بزرگ پیوست بودند و هنگام رسیدن خط‌ها و معین شدن وقت زنگوله‌ها زده می‌شدند و آدمان از این صدا می‌فهمیدند که ساعت چند شده است. در روسیه این گونه ساعت‌ها اولین مرتبه سال 1404 در کرمل پیدا شده است. اکنون از این بعد آغاز شد اختراع ساعت‌ها با طرح و اصول نو و نوهای معاصر و جدید. ولی اگر در مورد نخستین پیدایش ساعت‌های دستی سخن آخر را گویم، در تاریخ همان تولید نخستین ساعت دستی در سال 1790 دانسته شده است. تا این دم معلومات عاید پیدایش نوهای ساعت بود. از کوتاه برنامه پیدایش باقی سلامت باشید و وقت خود را ثمراناک استفاده نمایید.